اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع درس دوم فصل سوم مضمون مبادی احصای زراعتی ترتیب نمودن پخش دفعات غیر مسلسل می باشد. پروسیجر ترتیب نمودن پخش دفعات غیر مسلسل قرار ذیل است. ابتدا خودم مطمئن بسازید که ارقام مورد نظر از طریق شمردن برست آمده است، به این مفهوم که دیتایی که قرار است شما پخش دفعات غیر مسلسل آن را ترتیب نمایید دیتای غیر مسلسل است. دیتای غیر مسلسل را در سای قبلی ما شما تشریح کردیم که ارقام غیر مسلسل از طریق اندازه‌گیری متحول‌های غیر مسلسل که صرف ارقام مکمل را به خود میگیرد به دست می آید. بعداً در ست ارقامتان میبینید و تمام قیمت هایی که تکرار شده آنها را از کوچکتر به طرف بزرگتر لیست میکنید. مثلا در ست ارقامتان اعداد 1 2 3 به ترتیب تکرار شده باشه، شما میشه به ترتیب 1 2 3 نقسم نوشته کنید که در مثال براتون پسان تشریح میکنم. در مرحله 3 و 4 ما تعداد تکرارها را پیدا میکنیم، یعنی دفعاتی که ارقام لیست شده در مرحله دوم تکرار گردیده است. مثلا اگر ما یک ما در ست اعداد بسیار زیاد تکرار شده، میبینیم که 1 چند بار تکرار گردیده، 2 چند بار تکرار گردیده، 3 چند بار تکرار گردیده. این دفعات میگوید. به خاطر سهولت در شمارش دفعات تکرارها ما از یک علامه که برش تلی میگوید از او استفاده میکنیم. تلی در احصایه به خاطر شمردن ارقام یعنی دفعات تکرارها مورد استفاده قرار میگیرد که در این صورت شما اینی علامه که میبینید این خط هر کدامش یک تکرار نشان میده و مجموعشان این 5 تکرار است. مثلا 1 2 3 4 5 و میخواستم اگر تکرار 6 تکرار باشه باز شما تکرار میکنید، مثلا 6 یک خط دیگه هم میکشین. اگر 7 تکرار باشه یک خط دیگه پالیازی میکشین. 5 است 6 7. اگر 8 تکرار باشه این 8. اگر 9 باشه 9. اگر 10 تکرار باشه 10. و میخواستم شما بیاین 11 12 13 14 بعدم 15 باز 16 17 18 19 20 و میخواستم شما میتونین تعداد تکرارها را نشانی بکنین. البته تلیز به خاطر ای است که ما در شمردن اشتباه نکنیم. طریقه تلی نمودن در مثال براتون توضیح میکنم. اما تلی جز راپور نهایی تحقیق ما نمی باشه. ما در راپور نهایی تلی را نمیمانیم، صرف به خاطر شمردن از آن استفاده میکنیم. ما پخش دفعات ارقام غیر مسلسله در صورت تشکیل داده میتونیم که قیمت های متحول های داده شده به اندازه زیاد تکرار شده باشد. اگر نشده باشه ما میتونیم از متد ترتیب نمودن پخش دفعات مسلسل برای متحول های غیر مسلسل هم استفاده نماییم. به خاطر وضاحت موضوع ما یک مثال عملی را در اینجا برای شما تذکر میدیم که مسئله یا مثال هست. یک سروی بالای 35 خانواده در یک قریه با منظور معلوم کردن تعداد اطفال هر خانواده انجام یافته است و ارقام ذیل به دست آمده است. این ارقام در حقیقت جوابهای 35 خانواده به سوال محقق است در مورد از اینکه تعداد اطفال خانواده شما چند نفر است. مثلا یک خانواده برشون گفته 6 نفر، دیگر گفته 5 نفر، دیگر هم گفته 4 نفر، دیگر گفته ما هیچ طفل نداریم و دیگر هم گفته 12 نفر و می قسم این ارقام ما حاصل گردیده است. آن قرار است که ما پخش دفعات غیر مسلسل آن را مطابق پروسیجری که در اسلاید قبلی خواندیم ترتیب نماییم. ابتدا ما باید ببینیم که کدام ارقام ما تکرار شده است و این ارقام را از خرد به طرف بزرگ نوشته میکنیم. کوچکترین رقمی که تکرار شده 0 است و بزرگترین رقمی که در ست ما تکرار شده 12 است. بدان ما میبینیم ارقام مسلسل را این صنف های خود که به کی نشان میدیم میشه که ما شما از 0 شروع بکنیم. بعدا صنف عدد دیگه که تکرار شده 1 است، مثلا عدد دیگه که تکرار شده
2 هست، عدد دیگه متعاقبا 3 هست و عدد دیگه ایشان 4 هست و میقسم متعاقبا عددش 5 است و عدد دیگه که تکرار شده 6 است، مثلا عدد دیگه که تکرار شده 7 است، عدد متعاقبیشان 8 هست و میقسم عدد 9 هست. عدد اگرچه عدد 10 و 11 وجود نداره، اما ما میتونیم که به خاطر تسلسل صنف ها یا 10 و 11 رو هم نوشته بکنیم تا 12. ببینید ابتدا ما این خود مطمئن ساختیم که ارقام تعداد اطفال ارقام غیر مسلسل است، چون تعداد اطفال اعداد مکمل رو میگیرد. هیچ کس گفته نمیتونه که من 2.5 طفل دارم یا 3.5 طفل دارم، صرف اعداد مکمل است: 1 2 3 4 5 6. بعدا ما ارقامی که تکرار شده آنها را از کوچک از 0 به طرف 12 به طور مسلسل ترتیب نمودیم. شما میتونید 10 11 که تکیش تکرار نشده ایش نوشته نکنیم و یا نوشته بکنیم، اختیار با خودتان هست. در مرحله دیگر ما میخواهیم که دفعات صنفی را به شکل تلی حساب بکنیم و بعدا تلی های خود به اعداد ترجمه میکنیم تا چی به دست بیاید؟ دفعات صنفی، یعنی تعداد مشاهداتی که مربوط هر صنف ما میشه. در حقیقت 0 1 2 3 در اینجا صنف ها یا کاتگوری های است که اعداد ما به او تقسیم شد. خب اول ما 0 میبینیم چند بار تکرار شده. تغییر طور ترتیب میکنیم که 0 هم یک خط اینجا میزنیم، 0 اول که حساب میکنیم، بعدا زیر تلی خود هم یک خط میکشیم. بعد میبینیم که 0 دیگه اینجاست، اینجا هم خط میزنیم و در اینجا هم یک خط کش میکنیم که تکرار حساب ما نشان میده. دیگه 0 وجود نداره. بعدا همونطور میایم به یک میبینیم که اینجا هم یک بار تکرار شده، ما هم یکی را اینجا خط میکشیم. بعدا میایم ببینیم که جای دیگه هم یک هست یا نیست. یک دیگه دیده نمیشه. میایم به عدد متعاقبیش که 2 هست. 2 را میبینیم که در اینجا یکی 2 هست، یعنی 1 2 نوشته میکنیم، خط میکنیم. 2 دیگه هیچ است، یا خط به خاطر میداریم که 2 بار حساب نکنیم، یک عدد را یک بار حساب بکنیم. از اون خاطر تلی ما را کمک میکنه که در محاسبه خود در اعداد خود اشتباه نکنیم. در خب این 4 دانه 2 هست. بعدا میایم به 3. 3 ما مثلا در اینجا هم یک دانه 3 هست، یعنی یک دانه 3. بعدا میبینیم در قطار دوم یک 3 عدد 3 هست، در اینجا هم 3 یک عدد دیگر هست و بالاخره میایم به اینجا یک 3 دیگه هم وجود داره، 4 دانه 3 شد و دیگر اینجا هم یک 3 دیگر هست که 5 دانه 3 میشه. به اشکال ما 5 تلی میزنیم و یک 3 دیگه هم وجود داره که یک 6 و یک تلی دیگه هم در پالیش نوشته میکنیم. باز میایم به عدد 4. 4 یک بار اینجا تکرار شده. بعدا میبینیم 4 در قطار 2 هم یک بار تکرار شده، یک تلی اینجا میزنیم و بعدا پیش میریم. 4 در اینجا هم یک بار تکرار شده و 4 در اینجا هم یک بار تکرار شده و در اینجا هم میدن 4 در خط 5 بار تکرار شده. 5 خانواده است که 4 طفل داره. با همین قسم میریم با رقم 5. 5 در اینجا یک بار تکرار شده. در قطار 2 هم ما 5 داریم تکرار شده. در قطار سوم هم ما 5 داریم، این تکرار شده. در قطار دیگه ارقام هم این 5 وجود داره و در قطار دیگه ما هم 5 وجود داره. دیگه 5 نیست. بعدا مییم به 6. 6 ما در اینجا وجود داره، پیش روی اینجا یک داره خط میکشیم. بازم میایم میبینیم که 6 دیگه وجود داره، این 6 دیگه هم وجود داره، یک تلی دیگه هم میزنیم. 6 دیگه هم وجود داره، یک تلی دیگه و با می قسم 6 دیگر وجود نداره. میایم 7. 7 یک بار دیگه تکرار شده در این قطار. در این قطار 7 وجود نداره، اما در این قطار باز یک 7 اینه، هر دور خط میزنیم. بعدا یک 7 اینجا هست، هر دور خط میکشیم و بالاخره یک 7 دیگه هم در این قطار آخری این 7. 7 هم حساب شد. حالا تکرارهای 8 میبینیم که 8 چند بار تکرار شده. میبینیم 8 یک بار اینجاست، میدان یک بار خط میکشیم.
در اینجا هم 8 یک بار تکرار شده. این یک بار ما خط میکشیم در اینجا و به می قسم دیگر 8 تکرار نشده. 9 را میبینیم که 9 کجا تکرار شده. در قطار اول 9 نیست، دیگر 9 نیست. بنا 9 یک بار اینجا تکرار شده و یک بار هم اینجا. بنا 2 بار 9 تکرار شده. 10 تکرار نشده. 11 سه ارقام وجود نداره، بنا ما منفی میمانیم، یعنی ارقام وجود نداره. و 12 هم یک بار تکرار شده. بعد از اینکه تلی خلاص کردیم، در مرحله دیگه تلی ها را میشماریم، شمار میکنیم و به اعداد نوشته میکنیم تحت فرکانسی یا اف. 11 2 بار تکرار شده، بنا ما تحت فرکانسی عدد 2 نوشته میکنیم. یک بار تکرار شده بود، تلی را به اعداد نوشته میکنیم. این تلی 4 نشان میده و این تلی 5 نشان میده، بنا ما 5 نوشته میکنیم. این تلی هم 5 نشان میده و این تلی های ما هم 5 نشان میده، ما 5 نوشته میکنیم. و این تلی ما 3 را نشان میده، بنا 3 نوشته میکنیم. این 4 نشان میده، یعنی 7 4 بار تکرار شده. 8 2 بار تکرار شده. 9 2 بار تکرار شده. 10 و 11 هیچ تکرار نشده و 11 12 یک بار تکرار شده. در نتیجه ما میتونیم که این جدول ترسیم کنیم. یعنی جدول در خط ما شما نوشته کردیم و به دست آوردیم. در اینجا صنف تعداد اطفال ما، صنف های ما تعداد اطفال است که از 0 شروع شده تا 12. بعد ما شمار کردیم که 0 2 بار تکرار شده بود، 1 بار تکرار شده بود، 2 2 بار و مقسم 3 6 بار، 4 و 5 5 بار تکرار شده بود، 6 3 بار، 7 4 بار و مقسم 8 2 بار، 9 2 بار، 10 11 تکرار نشده بود و 12 1 بار تکرار شده بود. و یارا ما بعدا به اعداد ترجمه کردیم و مجموع خانواده ما، این مجموع دفعات ما به 35 شود. حالا در اینجا دو ایمان را میده که دو خانواده وجود داره که هیچ طفل نداره. یک خانواده که یک طفل داشت و مقسم یک خانواده دیگه بود که 12 طفل داشت. هیچ خانواده 10 و 11 طفل را پور نداده. دو خانواده بود که 9 طفل داشت و دو خانواده که 8 طفل داشت. 5 خانواده که 5 طفل داشت و 5 خانواده هم 4 طفل هم را پور داده. 5 6 خانواده دیگه گفته بود که 3 طفل داره. بنابراین در این صورت شما پخش دفعات بیگونه ترتیب میکنین. این جدول پخش دفعات شد که در اینجا ما ارقام را به صنف ها طبقه بندی کردیم و تعداد مشاهدات مجموعی را به این صنف ها توزیع کردیم یا به اصطلاح پخش کردیم یا رتیت کردیم. ببینید که اگر شما جمع بکنید پس 35 میشه، اما 35 را به یک شما توزیع کردیم. از این خاطر این پخش ارقام میگه که مجموع دفعات به صنف ها تقسیم میشه